در فیض‌آباد چون باران بارید با شتاب همه به جای ریختن و چکیدن آب ظرف می‌گذارند. باران در این دیه رحمت نادر است. خدا را زارا میکنیم فقط که باران ببارم و آی باران میخریم. بر بام خانه ها ناودان‌های هم وصل شدند که از آنها آب به ظرف‌های بزرگتر می‌ریزد. باران باره همی او بباره او میوه او میخریم همی او باران. دیه فیض‌آباد در ناحیه مومن‌آباد جایگیر است. 18 سال پیش همگی 25 عائله اینجا خانه داشت. تا امروز 500 قطعه زمین برای منزل جدا شده 144 عائله زندگی میکنند و ته کرسی 169 منزل دیگر را ریختند. ساکنان میگویند اگر مسئله آب حل نشود احتمال است این دیه به آدم ماند. ما را دستگیری نکردن، نمی کلانتر ما دستگیری نکردن، ما همه اینجا به کوچه میریم. 18 سال پیش دفتر شویتساریا اوید و همکاری در دیه فیض‌آباد این دو بشکه را برای ذخیره آب گذاشت. زیر شمی میبریم اینا با هم آب میاد یک هفته دیگه نمیاد، این هفته کنه آبم قوق میشود. آب این بشکه ها از این لتاک هایی است که برای چاربا تهیه شدند. ساکنان میترسند که آنها آب تازه نمی نوشند. مای چیزا کو داره کرماکوی سرخه کنگو او خیل داره. بعد ایو باری بالای که همین چشمه های در اونجا پوده خو میکنه. رضوان عیسایی و از فعالان این دیه است که میخواهد ساکنان فیض‌آباد آبی تازه نوشند. با هم دیهگان لایحه هم نوشتند که از نظرشون مسئله رو حل میکند. چند ده سال پیش بالای دیه چاهای آب وجود داشتند که با مرور زمان با سنگ و خاک پر شدند. ساکنان میگویند تازه کردن این چاها کمبود آب را از بین میبرد. فقط میکنیم گفتن تمام، گفتم مبلغ نداریم، گفتم مبلغ نداره، خلق ما مبلغ نداره. لایحه تامین آب این دیه 262,000 سامانی می شود که 112,000 را مردم می پردازد. در حکومت ناحیه مومن‌آباد گفتند وضع دیه فیض‌آباد را می دانند. لایحه در دوران حکومت از 262,000 سامانی تا 1.5 میلیون بالا رفته است. حکومت میگوید امید دارد برای اجرای این لایحه سرمایه گذار مییابد. مردم از حکومت میخواهد در حل مشکلشان شریک شود. حکومت به قولشان در پی یافتن راه حل است. فقط این ابرهای تیره میمانند که در فصل تابستان از آنها گاها میبارد.